آیا میدونید ایران چقدر ثروتمنده؟ 10% از ذخایر نفتی دنیا حدوداً 210 میلیارد بشکه نفت در ایرانه که ارزشی برابر با 19 تریلیون دلار داره. برای اینکه بهتر متوجه بشیم این عدد چقدر بزرگه باید بهتون بگم ارزش کمپانی اپل که با ارزشترین کمپانی دنیاست 2.9 تریلیون دلاره. ایران دومین کشور گازی دنیاست و 42 میلیارد متر مکعب گاز داره که ارزشی برابر با 10 تریلیون دلار داره. حالا بریم سراغ معادن. ایران با 1% از جمعیت جهان بیش از 7% معادن دنیا رو در اختیار داره که ارزشی برابر با 1.5 تریلیون دلار دارن. معدن و فلزی نیست که ما نداشته باشیم جزء چندتای اول تو دنیا نباشیم. موقعیت پولسازی بعدی ما آثار باستانی و تمدن ماست که میتونه سالها میلیونها توریست بیاره و میلیاردها دلار درآمد داشته باشه که البته درآمدمون از توریست صفره که نه تنها به جهان از آثار باستانی و تمدن و قدرت ایران باستان چیزی معرفی نمی‌کنن برای جذب توریست، بلکه از حضور مردم ایران هم در کنار تاریخ و آثاری چون تخت جمشید و مقبره کوروش جلوگیری میکنن. سپاسگزار خواهم بود اگر این پست رو با ایرانیای دیگه هم اشتراک بگذارید تا بدونن چه کشور بی‌نظیر و ثروتمندی داریم و شاید وقتشه که به جای مرگ بر مردم دنیا صلح و آرامش به فکر بهبود وضعیت مملکت خودمون باشیم. مانا باشید و ایرانی.